سرما به تو خوشبختی میخواهم. دیگر به شما خلال نمیرسونم. از عمر زود جدا میشم. ببخشید مرا. اگر توانید. سنم ایست. سنم با کجا می روی؟ شنیدم که تو رو پدرت از خانه پیش کردند. میدانی چی؟ بیا امشب در خانه ما ایست. آخر ما به تو بیگانه نیستیم که سنم. التماس من تو رو خیلی رنجوندم سرما. گوش کن، حاضر وقتی این گپ ها نیست. بیا رفتیم. توبه کردن این به گناههای خود اقرار شدن است. یعنی با توبه کس می تواند دل خود را از گناه پاک ساخته عوض شود. توبه انسان را قوت می دهد. انسان تنها با قلب پاک و حس انسان دوستیش می تواند انسان باشد. وای من یعقوب شما هستید؟ رویا این چی معنی دارد؟ شما با من مسخره بازی میکنید؟ دختری یگانه مرا لایق پسری معیوبتان میدانید؟ مادر جان، با کدام عقل آنها به تو خواستگار شده آمدن؟ شما عقل دارید یا نه؟ از شما میپرسم. خانم، دادوای کردن لازم نیست. ما برای یک کار خیر با اینجا آمدیم. دختر شما اگر راضی نباشه اختیارتون. فقط پیش از گپ زدن اول فکر کنید. هزه میرویم. یعقوب مرا ببخشید. رویا اینجا بیا. مادر جان امشب سنم در خانه ما میماند. بیا سنم، با اتاق من میدرویم. بس کن سنم، اینجا جای بیگانه نیست. آخر خانه عمکت است. شرم نکن، راحت باش. رفتیم. مادر جان اکنون قبول کنید. همه حقیقت رو دید. اپم با اکای عمر خانه دار می شود. حقیقت جوش رو یافت. اکنون شما همین رو قبول کنید. بس دیگر پیش راهی عشق اونها رو گرفته نمی توانید. بس کن. تو با مادرت گابیات بدی یا؟ شد. پسرم زیق نشو. گپای او را به دل نگیر. یعقوب همه کار یک کاری بخیر دارد. یعقوب مرا ببخشید. نمیدونستم که این خیل میشود. با مادرم نگفته بودم. این خیل شدنش را چشم داشت نبودم. آخه یعقوب ایستا. یعقوب آرام شو یعقوب. خدا رو بدست برخیز. بیا یعقوب. شد یعقوب میروی. آرام شو. شد یعقوب. مادر شما چیکار کردید؟ تو خودت چیکار کرده ایستاده میدونی؟ معیوب را به خانه ما آوردن میخواهی. تو تماما عقلت را گم کرده ای. او را دوست میدارم. او را از کودکی هم دوست میدارم. من باطنی او را دوست میدارم. میفهمی؟ به من گوش کن رویا. من تو را به یک معیوب داده حیاتت را سوزاندنی نیستم. تو را به او داده نمیتوانم. چه خیل یک معیوب را داماد گویم.
چی؟ تو برای او شده به اینجا برگشتی ها؟ مادر بس آیدین چند سال باز مثل سگ از پسد میدود در گرده پروانه شده است به خاطری تو شده و به این جایها کوچیده آمد من تو رو به آیدین ندادم و مگر به این معیوب میدهم بس کنید یعقوب رو معیوب نگوید فهمیده ای کاش همه این بدبختی ها نمی شده و سرمون نمی اومد مرا ببخشید سرما مقصدی به این محل برگشتنمان بود که اویله همون را از پراکنده شدن نگه دارم لیکن خودم سببگاری جدایی 2 نفر شدم گام رو خیلی کلان زده بودم با خودم خیلی باوری داشتم نمیدونم خدایا چه خیلی این کار رو کردم چقدر خود بی‌سان بودم برای مشکلات خودم نه تنها عمر رو بلکه تو رو هم سزادم سرما خدایا شما رو خیلی عذاب دادم بعد از اون حادثه و دیگر خودم رو داشته نتوانستم مثل آتش در گرفتم با کسی که نزدیک می شدم می سوزوندم عمری بیچاره نیکی هایش را چطور بر می گردونم سرما التماس به من کمک کن تا که این آتش رو خاموش کنم التماس گوش کن سنم آتش دروغ انسان هیچگاه خاموش نمی شود آن را تنها زیر نظارت گرفتن ممکن است فکر می کنم که تو با این موفق شده ای مرا ببخش سرما مرا ببخش سنم سنم یاد داری اما که قربان همه وقت می گفتن که حیات امتحان است انسان همه وقت با عشقش از امتحان می گذرد و حقیقت را می یابد من و تو از امتحان گذشتیم من هم خیلی خطاگی ها کردم تو هم اگر توانی مرا ببخش برزیدی مادرت گپ میزنی ها؟ کنیست من با تو کی هستم؟ تیمور از آنی من میشود گفته از خرسندی میرقصی ها؟ مادر شما میفهمید چه ها میگویی؟ اگر نفهمم چیکار میکنی؟ مرا جنگ میکنی؟ بخیل مادر جان شما چی کار میکنی؟ با من کاردار نشوید در اینجا یگونه گناهکار مادرتون است شما از من چی میخواهید؟ نخود من همین قدر بد باشم با شما چی بدی کردم؟ مادر نشده سنگی سیاه میشدم بهتر مادر جان التماس بس کنید در خانه سنم هست گوش کنید مادر جان سیده از برای شما از مکتب ماندم از برای شما مجبور شدم گریزم حیاتم را سوزاندید شد اکنون دیگر با ما کاردار نشوید سیده بس آخر مادرمون میشود سیده حق نداری با چنین گپ زنی انا پدرم هم اومدند
کجا پیدا شدی؟ شام بخیر مادر جان. خالای هوریه شما هم در اومدید؟ من ندارویم دخترم. نو از اتوبوس فر اومدیم. هارون خواست اول سعیده رو بیند. در کجا بودی هارون؟ حالت خالم وزنین بود. او را تنها گذاشته نتوانستم. بازر احوالش چطور است؟ کمی بهتر شد. خیر خدا شفا دهد. تشکر. این را برای ما آوردی؟ بله شیرینی. بیا هارون بیا گذشته شین. سعیده؟ ببخش هارون، کمی عصبی هستم. خوش اومدی. بعدتر صحبت میکنیم هارون. ببخش. سعیده پسرم بیا اکنون رویم. خدایا هوریه، شاید هارون خوشتامنش را پزمان شده باشد. همین طور نه هارون؟ با سعیده چی شد؟ دخترهای این زمان همین خیلند پسرم. بجای آن که نامزدم آمد از گفته خرسند شوند، خواهرشون رو نشون میدهند. برای چی این خیل میکنند؟ هارون، از بازه که تو رفتی سعیده تماما کسی دیگر شده است. و سرما به اپای خودش بدی میکنه. نامزدی سرما آقای تیمور آدمی بای است، ماشین دارد. به سرما دایم تلاواری های قیمت تحفه میکند. تو باشی هارون، چند هفته باز نیست که از راه دور اومدی و فقط شیرینی آوردی و خلاص. سعیده از تو طلا انتظار بود. خیر آخر هر یک دختر از نامزدش توفه های قیمت بها را انتظار است. شیرینی های آورده ای تو رو دیده به غضب آمد. حلیمه ببین، ما نو اومدیم. عصب کس رو ویران نکن. به این هم عذابی کشیده همون کافی است. باست از بالای سیخته نمکاب نریز. میفهمی چی ها میگویی؟ توبه، من چی گفتم که در گرفتی؟ در خانه خودم گپ زده نمیتوانم. برای چه امروز همه به من کاردار میشوند؟ مادر جان التماس. هارون به مادرت فهمون کی بودنش را داند بعد گپ زند. من کی بودنم را خیلی خوب میدونم حلیمه. داد نزن، کد نیستم. هارون اگر رفتنی باشی رفتیم، نخواهی من رفتم. حالا میبینیم هوریه، روزت را سیاه میکنم تا تو را از پسرت جدا نکنم. نامم حلیمه نباشد. پدر جان دستتان رو بیبوسم. خوش آمده پسرم. برای چی می روید؟ به خانه می در آمدید؟ پگاه می آییم. حاضر دیر شده است. مایلش پسرم. شب خوش مادر جان. باز بیا پسرم. مادر ایستید. حمزه به سرمون سنگ میبرد. باز چی شد آخر؟ شام بخیر پدر جان. شام بخیر. از پستان داد زدم نشنیدید؟ با شما درباره یک مسئله صحبت کردنیم. فاطمه داری؟ یعنی شما هستید؟ پدرم چرا این را از ما پنهان کردند؟ حمزه گوش کن به تو چی میگویم. حلیمه مان تیمور گپ زند. ببخشید پدر جان، شما را در این وقتی ناراحت کردم، ولی چنان زیغ شدم که نمیفهمید. باور کنید خودم را خیلی بد حس میکنم.
من به این خیل حالت ها عادت نکردم. شما را گوش میکنم آقای تیمور. چی گفتن میخواهید؟ من سزاوار این نیستم. مرحمت. من یگانه چیزی که میخواستم داماد شما شدن، پسر شما شدن بود. لیکن حادثه های رخ داده، رفتار خانم سرمه مرا به اندیشه واگذاشتند. در نزد وجدانم خودم را گناهکار حس میکنم. خدایا پسرم، این گپ‌ها رو از کجا میبراری؟ ما تو رو دوست میداری. میدانم مادر جان، من هم شما را دوست میدارم. در این محله یگانه آدمی که مرا میفهمد این شما هستید. اوه پسرکم، دیدی حمزه؟ در این محله کدام جوانی خیلی گپ زده میتونه. مادر جان باور کنید این انگشترین را بر میگردانم، لیکن دلم خدایا مگر این خیلی میشود پسرم؟ این رو به انگشتت انداز، زودتر به انگشتت انداز. با سرما گپ میزنم، پدرش هم گپ میزند. انگشترین رو دهید آقای تیمور. خانم سرمه آن را من میگیرم. مرحمت، این انگشترین شما، گیرید. فکر میکنم که این خیلی بهتر میشود. خانم من سنم هم این رو میخواهد. بله، این خیلی به فکر من بهتر است. هیچ کس خفه نشده، یک دیگر را فهمیده با رازگی دل جدا شدید. همین طور نه حلیمه؟ خدایا خیر، با اجازت شما. دختری بی حق. ببخشید پدر جان، نیتم سیری شما رو فهمیدن نبود. این را با من کردن نمیتوانید. نه نمیتوانید. نقشه نخستینت نشد تیمور. همه‌اش متاسفانه برعکس شد. اکنون به نقشه نوبتی میگذاریم. اکنون آیسته آیسته بر روی آب برآمدن لازم. جان یگان کس را حتما گرفتن لازم. بوی خون را باید فهمی و احساس کنی. به آنها سبق خوب باید دهی. کی بودنی خود را به آنها باید نشان دهی. اگر تو خواهی همه کار کرده میتوانی تیمور. بله. وای با عمر خبر رسونم؟ نه لازم نیست. این روی ملچقه ها باز انتظار است که این خبر رو رساند. بگذاره رساند.
عمر عمر صبح بخیر عمر. صبح بخیر. انا دکتر آقای عمر هم آمد. شناس شوید. این کس دکتر اسد، این کس دکتر عمر. از شناسایی خیلی شدم. من برای چی گپ میزنم؟ شما هر دو دکتر هستید، با هم دیگر شناس شوید. شما را باری اول دیده باشم هم، لیکن نامتان را پیشتر شنیدم. امک قربان درباره‌تان گفته بودند. نام من اسدالدین. به اینجا یک ماه برای درس دادن آمدم. خودم در انقره در بیمارخانه دانشگاه کار میکنم. بله شما رو میدانم. مگر ندانسته میشود؟ معلوم که امک قربان به شما هم درباره من نقل کردند. یعنی شما هم یکی از آنهایی هستید که برای خواندن من مبلغ جدا کرده اید. یکیش این است، یکیش نوای. آن وقتا چقدر بچه خوب بود. من دکتری شکسته بندم، یعنی در همین ساحه متخصصم. امک قربان خواهش کردن که رنگین ها را بینم. نگاه کن. رنگین برای نگاه کردن نیست مگر؟ اینها رنگین های فکرت عدلی بوده است. احوالش بد است، لیکن فکر میکنم امید هست. حاضر در طب پیشروی ها بسیار. او را جراحی میکنیم و باز مثل پیشتر راه میگردد انشاءالله. انشاءالله. یک نسخه تشخیص ها را به دانشگاه با استادانمون فرستادیم، از آنها جواب انتظاریم. دکتر باشد خودش به نزدمون آمد. فرستادن گویم هم خطا نمیکنیم امک قربان. این خیل باشد من راحت میشوم، وگرنه به من بر این آدمی که عقلش کمی بیجا است و به هیچ چیز کار نمی آید گفتن چی لازم؟ نه به آن کسی که کرده است نگاه کنید، بلکه به آن کسی که آورده است نگرید. بهای یک درخت کلان انجیر رو به یک دانه انجیر برابر کردن ممکن است؟ همین طور نیست مگر؟ اگر همین خیل بیام خطا نمی کنم. نگفتم آقای عمر، از روزی که امک قربان رو میدانم همه وقت همین خیل میگوید. تو برای چی قربان رو گوش میکنی آقای اسد؟ قربان کمک کرده باشد هم به صاحبی کردن حق ندارد. خدا ما رو از شکر دور نکند. مایلش نیستیم، رفته فکرت را بینیم. رفتیم. مایلش میرویم. وای مریم زنگ میزند. دوگانم. صبح بخیر مریم جون، چه حال داری؟ تو رو گوش میکنم، گپ زن. دکتر میگوید که فکرت میتواند راه گردد. دکتر گفت که فکرت راه گشته میتواند؟ نه خود. تو چه کار شدی؟ بله همین خیل گفت. اگر فکرت صحت شود همه کارهایت برباد میروند. برای همین شتاب کن. چیکاری که میکنی کردن گیر، لیکن خسارت وصیت نامش را باید زودتر نویسد. گوش کن، یک پیشنهاد دارم. رحمتی مادرت به من خیلی کمک کردند. من هم کس را دوست می‌داشتم. اکنون با من اجازه. هنوز با حجره هم ندار اومدم. مایلش عمر. ما با امک قربان باز کمی سیر میکنیم. تو بازدید. مایلش تو بازدید. بیا رفتیم. ها پینهانی با کی گپ زدی؟ با دوگانم گپ زدم. دوگانه تو رو خیلی دوست می داشته است. راستی گپ خیلی حیران شدم. گلرو تو چی؟ نوشیدی؟ ننوشیدم مادر جان. باز ننوشی وگرنه میمیری. فهمیدی؟ فهمیدم. خدایا دلم درد میکند. خواهی به نزد دکتر رو هاشی. دکترها آدمانی چقدر رو میکشند. چه خیلی که میگویند به خانه ای که دکتر نمیدراید خورسندی میدراید. نه این خیلی نه هاشی. به خانه ای که آفتاب نمیدراید دکتر میدراید. میدانم سلیقه میدانم. من خوبم اکنون. خوب پدر جان برای قهوه تیار کنم. منوشید. مایلش کلین مایلش. غیری تو هیچ کس فکری مرا نمی کند. با همه همون قهوه کن.
اکنون این رویمالچه باید صاحبش را یابد و این گل هم نباید خشکد. سرما، رویمالچه و گل به تو یک چیز گفتن میخواهند که اکنون به مانند بی صاحب‌ها در هر کجا نگردیم. عمر، باید قدر و قیمتی همدیگر رو دانسته از صدق دل همدیگر رو دوست داریم. غیر از این آنها با یک نفر تشکر گفتن میخواهند. من میتونم انگشترینم رو باز پس گیرم. تشکر عمر. برای شما رو عذاب دادنم عذر میخواهم عمر. اگر توانی مرا ببخش عمر. تو حق داری که خوشبخت‌ترین آدم دنیا شوی. باور کن اگر تو خوشبخت شوی من هم خوشبخت میشوم. هنگامی به اینجا آمدنم عریضه جدا شوی رو دادم. با فکرم چیله گل تمام شده است. گلی به چیله، گلی به بلبل سرما. بعضی آدمان برای عشق را صاحب شدن باید بعضن چیله ها رو دوست دارن. میفهمی؟ سلام استا با کجا می روی؟ به خونه امون می روم. به خونه پدر و مادرم. سنم میدانم که عمر رو خیلی دوست می داره. این را پنهان کرده هم نمی توانی. از عمر دست نکش. سنم تو بختت را از دست نده. تو میخوای که آنها از خوشبختی خندان باشند و تو از غم گریان؟ تو همین رو میخوای ها سنم؟ نقص فکر کن. انا ببین من هم سلما رو دوست میدارم لیکن از او دست نمیکشم. بیا سنم یک دیگر رو دستگیری میکنیم و ما البته موفق میشویم. اگر حسیاتت را در خودت نگاه داری میترکی نابود میشوی. با من گوش کنید آقای تیمور. دیگر در این باره چیزی شنیدن نمیخواهم. من قرارم رو دادم. من عشقم رو در خودم میکشم. نفسم رو شیطانی درونم رو مغلوب میکنم. وقتی که شیطان رو مغلوب کردم آنگاه مثل انسان زندگی میکنم. برای راست قدم میگذارم. اگر فکر میکنید که مرا باز داشته میتوانید خطا میکنید. دیگر با من مانع نشوید. با ایشیل باز یک وظیفه دیگر میفرمایم و جدا شوی سنم و عمر مانع می شود. دستت درد نکند کلین جان. قهوه را خوب تیار کردی. نوشی جان. تو با قهوه فال دیده می توانی؟ یک نفر نشان داده بود. کمی میدونم. آی فکرت
نگاه کن دیدی میبینی چیست اونجا؟ چی هست در اینجا؟ بین اینجا رو نگاه کن. فکرت این تو هستی. راه میگردی. نگاه کن در اینجا نشستی. در اینجا راه میگردی. این چی معنی دارد؟ تو راه میگردی میفهمی؟ یک دختر رو میبینم. آنها این ببین و از شهر آمده است و تو رو توبت میکند. فکرت درست میگویی؟ در حقیقت میبینی؟ البته میبینم. به این خیل کارها باور نکنید، گناه است. دیگر کار ندارید مگر؟ شلکلین پالی مرا بین پولمول میبینی؟ پولمول محلش پدر جون. بیا پول چی شد؟ چی دیدی؟ نه این رو نمیبینم. نمیشه. چی شده شیلقاسم؟ بین کنی بین. پدر جون بهترش ندانید. من دانستم میخواهم. مالش خودتون خواستید پدر. من تنها چیزی که میبینم همون رو میگویم. مالش گمزم چی رو میبینی؟ وای پدر وای مرگ است. مرگ؟ چه مرگ؟ من مردن نمیخواهم. اینقدر پول رو برای که جمع کردم. بشیر تو دروغ میگویی میتونی؟ در اینجا این رو میبینم. فکرت نگاه کن کسی جان میدهد. تاریکی است. مرگ شما رو میبینم پدر. و باز با نزدیکی یکی از نزدیکانتون رو میبینم. گویا که یک نزدیکتون سبب این مرگ میشود. به عقل تو چه میگویی؟ با من ده پیاله هم شکست. این اشاره بدبختی است. کسی که سبب مرگتون میشود آمد. هاشم ببین کی آمد. پدر؟ یعقوب برای کارهای مادرم ببخش. خطای من بود. پیشه که به مادرم نگفته بودم خطا کردم. لیکن از قرارم من هیچگاه نمی کردم. سرت رو میبرداری یعقوب. با من نگاه میکنی. التماس اگر حاضر با من نگاه نکنی فکر میکنم که هیچ وقت دوستم نمیداشتی. وای جفت پرنده ها در اینجا بودند. تو در اینجا چیکار میکنی؟ برای تو آمدم. زود از اینجا رو. یعنی گفته های مادرت راست بوده است. برای یک لنگ مرا رد کردی. ایدین زود از اینجا رو. زود. یعقوب در شو رو از این خونه. رو به خانه شوهرت. تو پدر و مادر نداری. ایستو هاشم. اگر رو از این خانه رود من هم میروم. فهمیدی؟ شد اکنون وای دختری من است. جانی من است. این خانه یو است. از عمر جدا میشود. دخترم دیگر جایی رفتن ندارد. میفهمی؟ دختری رو که پدرش رو گوش نمیکند از خانه دفع میکند. در شو هاشم. پدر؟ هاشم با من نرسی. هاشم با تو چی شد؟ هاشم با تو چی شد؟ گفت
دخترم با او تو قدر پدرت باز دیوانه شده است میمورد و لیکن از یک رویش نمیموند مرگ نگو شدیقه ایشل کلین در فال باز چی ببینی من تشکر میگویم با تو بس این فتره یعقوب این آدم دردی سرم است بلای جانم شده است از پسم به اینجا آمده است در جای کاری پیشینه هم من رو راحت نگذاشت از او گریختم او دیوانه است امید که نمیداشت به اینجا نمی آمد خانم رویا موضوع های شخصیتون رو شرمیز به من گپ زنید ببخشید درس دارم یعقوب التماس با من گوش کن اکنون دیگر خیال های بیفایده کرده نمیخوام خانم رویا با فکرم من به آرزویم نمیرسم بیعقلی کردم فکر نکردم التماس اکنون مرا تنها گذارید التماس یعقوب نگاه کن برای روزی مادرم چی گرفتم و مادرم انا این رومال را تحفه میکنم من با مادرم گل تحفه میکنم من هم روی مال گرفتم ثروت تو برای روزی مادرم چی گرفتی و مادرت چی تحفه میکنی وای برای مایندرش تحفه میگیرد همین طور نه ثروت چی گفتی لعنتی کفت رو تکار کن حاضر تو را میکشم فهمیدی ثروت زده من شوخی کردم من شوخی کردم ثروت من شوخی کردم میکشم تو را فهمیدی بس بهتر جدا شوید کنی زور گفتم با کی میگویم کنی با من نگاه کن آفرین با تو دوستم باز از مکتب گریختی آفرین با کجا میرویم؟ یک نقشه خوبه دارم دوستم این مایندری تو کاری ما رو خیلی بد کرد زود رفتیم جزای اون زن رو دهیم برای به این محله آمدنش پشیمان میشود رفتیم؟ دوستم این چی غضب است؟ آیستا سرمه با تو یک گپی مهم دارم مرحمت فکر میکنم که من کشود و روشن فهموندم آقای تیمور التماس یگان خطا کرده باشم راضیم که جزا بینم گوش کنید بیکار کردن نامزدی رو خودتان خواستید آقای تیمور من پشیمانم خیلی پشیمانم خودم رو چنان ناراحت حس میکنم که من فهمیدم که بی تو زندگی کردن نمیتوانم التماس این را بگیر بیا همش را فراموش میکنیم و چنان رفتار میکنیم که گویا هیچ چیز نشده است التماس بگیر آقای تیمور خواهش میکنم از اینجا برایید هارون پسرم چای دم کردم این چی است؟ هارون چی رو میفروشی؟ دکان رو میفروشم مادر چرا دکان رو میفروختی؟ خوشتومانم راست میگویند از عدلگی و عروس میاریم لیکن از گدا فرق نداریم با پول دکان هم برای خودمون یگان لباس خوب میخریم هم خانه رو تعمیر میکنیم چیزهای نو میگیریم برای سعیده جواهرات و لباس عروسی میخریم پسرم میدانی این دکان امانتی پدرت است دکان رو فروشیم بعد چیکار میکنیم چقدر زندگی میکنیم من قرارم رو دادم مادر من قرارم رو ندادم هارون و نمیگذارم که دکان رو فروشی این رو نفهمیده گیر دیگر چاره نداریم مادر
هارون است. با این بچه باز چی شد؟ نقشم رو فهمیدی؟ دختری مویندری تو رو میدوزدیم و بر عوضش پول طلب میکنیم. من پول نمیخوام، با کودک کار ندارم. میدونی چینگیز، من وای زن رو کشتن میخوام. مایلش دوستم، برای همین در اینجا هستیم. چی خیلی که خواهی همون خیل میشود. گوش کن، نقشم این خیل است. گلرو چی شد با تو؟ برای چی از من میترسی؟ مادر جون. چرا شما این کار رو کردید که؟ خودم هم نمیدونم. کاش که راه گشته میتوانستم. کاش گپ‌های ایشی درست میبر اومدن. کدوم گپ‌هایش؟ هیچ. یعنی تو از عمر جدا میشوی؟ بله اکا. باید که ها جدا میشدم. ما خطای کلان کردیم. لیکن از کارهای کردم سخت پشیمانم. حقیقت انسان رو خیلی راحت میکرده است. میفهمیده که باری اول خودم رو راحت حس میکنم. چون که حقیقت جایش رو یافت. دیگر با وجدانی پاک زندگی کردن میخواهم. سلام آقای عمر. سلام. سنم رو دیدم گریه میکرد. بله. گوش کن دختر، روی راست گپ میزنم. سرمه را به حالش گذار، وای از من است. من هم با تو روشاد گپ زنم. این اتاق را ترک کنید زود. حالا همین طور. اول اینکه اینجا بیمارخانه است. مسئله های شخصی را در اینجا گپ نمیزنند. آقای تیمور در محبت زوری را به کار نمیبرند. دوم اینکه به نزدیکی کی بودنی تو را انیق میکنم و سلام. سیوم اینکه دیگر نام سرمه را در جایی که من هستم به زبان نمیگیری. خداحافظ. زوری میکنی ها؟ من گپم را گفتم آقای عمر. مرا میترسانی؟ نه نمیترسانم، من تنها گفتم. تو نباید با من چنین رفتار میکردی. نباید. اکنون وقتی به عمل گذاشتن رسید. علیمه به کارهای دختران کردار نشو. آنها دخترهای کلان هستند. عذاب نده اینقدر. خدای توبه، من چی گفتم؟ دهانم راحتو نمیکشویم. اگر گپ زنم برای خوبی اونها میگویم. تمام. السلام علیکم. علیکم السلام. اینها چیستن؟ برای سعیده گرفتم. در این شرایط وزنی چی لازم بود؟ بی‌فایده صرف نکن. ما از تو هیچ چیز نمیخواهیم. خداحافظ. خوش آمدی هارون. به خانه خوش باشید. سعیده هم تو رو انتظار است. اوه، کنی چی گرفتی بینم؟ یک بینم. مادر سعیده کشوید؟ خدایا، آخر من مادری او میشوم. من چی حق ندارم که بینم؟ البته حق دارید. خدایا تو چه گرفتی بیسرم؟ اوه، اینا رو از ارزان بازار خریدی. اینا چیزایی خیلی ارزانن. مادر جان، این وقت شرایط ما خوب نیست، میدونید. راست، لیکن تیمور کجا و شما کجا؟ آه، من چقدر بیروزیم. تیمور از دست رفت، گلبرین داماد از دست رفت. کنی درو در آخیر گل رو از دست دادیم. خاکستر نصیب ما شد.
گوش کن پسرم، تو را مثل پسری خودم دوست میدارم. برای با سعیده خانه‌دار شدنت چیزی که از دستم آید میکنم. تو اصلا غم مخور. از روزی رفتنت چی کارهایی در اینجا نشدن. اگر تو همین خیل به گپای مادرت گوش کردن گیری، سعیده را از دست میدهی. سعیده چیزهای قیمت بها را دوست میدارد. به او تنها تیلا بخر پسرکم، تیلا بخر. دخترکم ببین کی آمده است. هارون آمده است. هارون خوش آمدی. خوش باشی. انا دیدی تو هارو دیده خرسند شد. برای دیروز عذر میخواهم. کمتر زیق بودم. مهم نیست. زحمت کشیدی هارون. به این طرف. گویختیم زودتر بیناشم. دختر زیبا، دختر گل، کنی گپ زن جانم. اما که هاشم در خانه است؟ در خانه نیست. اکا از روزی که سنم از حبس برآمده است گویا با او کشته شده است. روزی گذشته کلین را کشتنی بود. حاضر باشد برای چی باشد از عمر جدا شدنی. انشاءالله همش بخیر می شود. چه شد هاشم؟ این خبر رو بینه دکم. دختر دیوانا شده پدرش رو با کرد کشته است. پدرش رو کشته است. پدرش رو. دنیا همین خیلی است هاشم. این خیلی کارها بعضا روی میدیم. شما روید من میرسم. با کجا اکا؟ همسایه ما رو پدرش وفات کرده است. یک جای رفته دعا میخونیم. رفتیم تعزیه بیان کردن لازم کو. رفتیم با ما میروی؟ نه اکا، من به خانه مردادار نمیروم. با من در باره مرگ گپ نزنید. شد تمام. با کجایی نروم؟ در باره مرگ گپ نزنم. در باره مرگ گپ نزن. نخندید. باز وا میخوریم سعیده. کارهایمون خیلی دوام کرد. زود توی کنیم میگویم. شرایط دارید؟ با من گفته بودی که شرایطتون خوب نیست. تا امروز انتظار شدم، باز انتظار میشوم. لیکن التماس مادرت رو عذاب نده. خیلی باز عذاب دادن جانم. ما خوبیم. خوب. این کار خیلی طول کشید. میخوام زودتر توی ما رو گذرونیم. لیکن التماس از برای من عذاب نکشید. هارون، برای توفه های تشکر. لیکن دیگر این کار رو نکن. بهوده خرج نکن. سیده خاله هوریه به خانه دروید. مرحمت. به خانه نمی درویم. وای در خانه نمی شود. در یکون جای دیگر صحبت می کردیم در باره هارون. مایلش توجه. دروغ. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. نونتون شکستگی. مردم چی میگوین؟ همش نقص میشه. خوشی جان ایش چیز
صدیقه در کجایی صدیقه؟ بس کن، در خانه مهمون است. مهمون؟ بیا نگاه کن که آمده است. کمی درو. خوش آمده. خوش باشید آقای هاشم. خوش باشید. پدر، آقای دکتر گفتن که راه میگردم. انشالله. هاشم، شنیدی؟ پسرمان اکنون راه گشته میتواند. در روزهای نزدیک جراحی میکنیم. انشالله راه میگردد. خدا از شما راضی باشد آقای دکتر. از شما هم خدا راضی باشد. این دکتر را شناختی؟ او کی است میدونی؟ تو وقتی که کودک بودی و مکتب میرفتی من از تو خواهش کردم که یک جوانی هست در دانشگاه میخواند، هیچ کس ندارد، پول ندارد، بیا برای او پول جمع کنیم. تو آن وقت همه پولهایت را داده بودی، آن وقت تو خیلی بچه خوب بودی. انا همان جوان تو برای خواندنش همه پولهای کیسه‌ات را داده بودی. انا دیدی او دکتر شده برگشت، آن پول به امروز کار آمد. دیدی ها؟ اکنون به ما اجازت. رفتیم آقای دکتر. تشکر. مرحمت. دیدی فکرت؟ فال 2 روز برمد. با تو گفته بودم راه میگردی. هاشم، مهمون ها رو گسل نمی کنی؟ فال راست برآمد صدیقه. راست برآمد. خدایا آن فال را فراموش کن. صدیقه حالا هم نفهمیدی. فکرت راه میگردد. من باشم میمیرم صدیقه. میمیرم. هاشم، همه میمیرم. در این دنیا ستون نمیشوی. میمیرم. چرا با من نگاه میکنی؟ چرا؟ خدایا توبه. بیا دخترم، پدرم باز دیوانش میمیرم. گوش کن دخترم، تو رو خیلی دوست میدارم. تو رو با پسرم لایق میدونم که قلبت تازه است. برای همین باوری دارم که فکری هارون رو تو پریشان نکرده ای. کی پریشان کرده است؟ هر دومون خیلی خوب میدونیم. مادرم، البته مادرم. التماس با من کمک کن دخترم. از کجا با سرش این فکر آمده است؟ میگوید دکان رو میفروشم. با تو چیزهای قیمت بها خریدن میخواهد. خاله جان، شما فکر نکنید. من با او گپ میزنم. این مسئله رو حل میکنم. تشکر دخترم. دیگر چرا نداری ثروت؟ این کودک به بیرون نمیبراید. تو به خونه در آمده او را به بیرون میبراری. تو مرا شنیدی؟ انتقام نمیگیری ثروت؟ مگر جزای وی زن رو نمیدهی؟ مایلش رفته میورم. یعنی یک مردیت رو نشون ده. رو. ثروت هم آمده است. مادرت رو میکوبی. بیا تو رو به نزدیک مادرت برم. بیا رو وای امک قربان، من رفتیم پسرم. رفتیم بسیار هر جا نگرد. کسی که بیهوده میگردد یار شیطان است. رفتیم. همک قربان، اینن همین گپ رو به من گفته بود. مادر، گیروب دخترم، میونم درد میکند. بیا پسر جارو برو گیر.
مادر شما چی مقصد دارید؟ نمیدونی مگر دخترم به نزدیکی عروس میشوی کمی کار رو یاد گیر کار کن چنان وانمود میکنید که گویا چیزی رو نمیفهمید میانمه اوه خدایا دیگر فکری هارون رو پریشان نکنید من پریشان نکردم دخترم نمیبینی مادر من او رو با همین احوالش دوست میدارم قبول کردم برای من مال و ملک و توفه هایش لازم نیست دلش مهم است ها دل چند پول میستد دخترم خدایا به دختران این زمانه گپ زده نمیشود من خودم میروم در آینده تو گپ میشنوی به خونه شوهرت که رفتی انا بد میفهمی مادر شما باید هنر پیشه میشدید چون که نقشتان رو خیلی خوب بازی میکنید با کجا میروی؟ با نزد هارون میروم با اونها گپ زده هم نمیشود سلام اکای اسد. سلام. با امکی قربان محله رو تماشا کردی؟ بله. هفت بهار رو خیلی یاد کردم. چند سال باز برای آمدن فرصت میکافتم. رحمتی مادرت رو خیلی دوست میداشتم. آن وقتا همسایه شما بودیم. وقتی که پدر و مادرم وفات کردن مرا تقایم به تربیتش گرفت. به شهر کوچیدیم. از همان وقت این جانب نآمدم. وقتی از محله رفتنم پدر و مادرت نو خانه دار شده بودن. و فکرم پدرت مادرت رو از خانه اشان دزدیده بود. اکای اسد بیایید در اینجا نشینیم. اکای اسد شما درباره کی گپ میزنید؟ درباره خاله فاطمه. خاله فاطمه او را 2 ماه میشناختم. خیلی دوست داشته بودم. بسیار زنی خوب. لیکن من پسری او نیستم. پدرم بعد از وی با مادری من خانه دار شد. شنیدم که پسری خاله فاطمه مرده است. این طور باشد من خطا کردم ببخش. لیکن بابای واحدت به من این خیل نگفته بودن. وقتی که خاله فاطمه را پرسیدم گفتند که از فاطمه یک نبیره دارم. این راست است اکای اسد. البته وقتی که از پدری خاله فاطمه بابای محمود پرسیدم گفتند که فاطمه یک کودک تولد کرده وفات کرد. کودکش در دست من است گفتند. اگر گپی گفته‌تان راست باشد پس معلوم میشود من برادر دارم. این خیلی عجیب است. سعیده تو چی کار میکنی؟ دکان رو نباید فروشی. تو مرا فهمیدی هارون؟ هارون از برای خدا بیعقلی نکن. تو مرا نمیدونی یا اینکه تو مرا اونقدر خوب ناموخته‌ای یا اینکه از روزی که از محله رفتم مرا فراموش کردی. اگر فراموش کرده باشی به یادت میارم. من میدونستم که شما چی احوال دارید. با وجود آن تو را دوست داشتم. با تو گریختم. به همه مشکلی ها طاقت کردم. از برای تو شدم مکتب رو ترک کرده. برای عشق تو بر ضد پدر و مادرم برآمدم. چون که تو رو خیلی دوست داشتم هارون. چون که تو انسانی خوب مهربان و با تربیه هستی. نه اینکه پول پرست. مرا فهمیدی یا اینکه من خطا کردم هارون؟ وای سعیده من هارون تو مادری مرا گوش نکن. التماس مادری خودت رو گوش کن. اوه مادر چرا اینها رو به سعیده گفتید؟ من هم تو رو انتظار بودم پسرم. نگاه کن امروز خوراک دوست داشته‌ات رو تیار کردم. بیاشید. مادر بابای شما گفتید همین طور نه؟ با سعیده گپ زدید همین طور نه؟ بله گپ زدم. میدونم که او مرا خیلی خوب میفهمد. چون که وی دیگر نشده است. از حقیقت هیچگاه روی نگردانده است. فکری هیچ کس را پریشان نکرده است. چه خیلی که بود همون خیل مانده است. لیکن تو
تو خیلی عوض شدی هارون. با عمر که در روزهای وزنین با تو کمک کرده بود خیانت کردی. با گپ‌های حلیمه گوش کرده مادرت. بس کنید مادر، من دکان رو میفروشم، خواهید نخواهید میفروشم. انا دیدی فایزن تو را با چی احوال آورده است هارون. خدایا دختری من درس تیار میکند. نگاه کن با تو چای آوردم گرمکک نوش. چی نگاه میکنی دخترم؟ نوش دخترم. دخترکم سعیده جونکم وقتای آخر چونین به نظر میرسد که چی مادر؟ هارون رو میگویم. چونین به نظر میرسد که گویا عوض شده است. مادر شما رو گوش کردن نمیخوام، چون که همه وقت سرم رو گران میکنید. چیزی که نگویم من بدم. برای دخترانم پروانه میشوم، لیکن آنها به قدر من نمیرسد. نه، من به هیچ کس لازم نیستم. از اینجا میروم. با همه ناخوشی ها مرا گناهکار میکنم. من دیگر نمیتوانم. بس کن بس. مادر جان ببخشید. مادر جان بس کنید. مگر مرا در این خانه مادر میحسابند. روید از اینجا، روید این طور نگوید مادر جان، التماس. روید از اینجا. مادر میگوید و مرا عذاب میدید. به گپم گوش نمیکنید. مگر کاری درست کردید؟ تیمور بر این آدم را از دست دادید. حالا پشیمان میشوید و لیکن دیر میشود. روید از اینجا، روید. حلیمه چرا داد میزنی؟ به دخترانت نگاه کن حمزه. نمیبینی از حد گذراندن. حلیمه خیر شد. به تو قهوه تیار کنم حمزه؟ اپا با اکای عمر گپ زدی؟ کی توی میشوید؟ اکای عمر چی گفت؟ یعنی برادرت بوده است عمر. برادرت برادر داشته باشد. یعنی گفتنی هم که برادرت رو برادر میحسابیده باشد. چی گفتنتان رو نفهمیدم اما که قربان. چیزی نفهمه و یک روز فهمه میشود عزیزم. تو فقط از محور حقیقت دور نشو. تا حاضر جدا شدی چی فلاکت ها آمد دیدی. هر وقتی کار شده است در وقت شده است. قرارت نمی باشد همش خوب میشود. گمانم کسی از پسمان می آید. آمدن گیرد دکتر. از پس آنها هم می آیند. از پس او محکم و قوی می آیند. این مسئله گران نشده باید حل کنیم. دادرم با تو حسابمان وزنین می شود.